بار دیگر تکرار میکنم همکاران عزیز با مقصد پیشگیری بیماری کووید 19 که تمام دنیا و از آن جمله جمهوری تاجیکستان را نیز فرا گرفته است مسافه را بین یکدیگر تا اندازه 2 متر رعایت نمایید. از نقاب های یک کرته و چندین کرته استفاده بریتون. خانه ها را با محلول های خلور و محلول های آنتیسپتیکی تست کارکرد نمایید. دست ها را با صابون تست شسته ایستید. خود و نزدیکانتان را از شیوع بیماری کرونا ویروس احتیاط نمایید. و دقتتان رحمت. من کرامت الله معروف ختم کرده دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابجان غفورov اختصاصم مهندس تدقیقاتچی می باشد، یعنی که کاری من همه وقت در بانک باید باشد. ختم کرده مکتب رقم 15 همین دهه اوگوک هستم. من از همین جا مکتب را ختم کرده به دانشگاه داخل شدم. از سبب زیاد بودن اختصاصمند در این ساحه و کم بودن بانک در کشور ما من نمیتونم جای کار خودم را پیدا کنم. در چندین جا مراجعت کردم، از بس که کارگر زیاد است و بانک کم است من کار خودم را پیدا کردن نتونستم و با همین سبب من به کار قبول نکردم. اساسا شغلی که ما بچه های دهات انتخاب کردیم این به روسیه رفتن و به مهاجرت رو آوردن است. همچنین دهقانی را نیز انتخاب کردگی نفرها هستند که به دهقانی روز میبرند، نفرهایی هستند که با مهاجرت روز میبرند. هر کس و هر خیر. دهه اوگوک یکی از دیارهای قدیمترین در ناحیه دیوشتیج به شمار می رود. یکی از یادگاری‌های تاریخی مزار خواجه عبدالله انصاری می باشد. مزار خواجه عبدالله انصاری 2 پاستون سرگی وجود داشت و همان اشاره های کندکاری هایی که در همین سنگ کنده شده است و زمان های خیلی قدیم تعلق دار بودنش معین کردند. ساکنان اهالی ساکنان دهه تعدادشان نزدیک به 2800 نفر می رسد. پاندمی کرونا ویروس را اهالی دهی ما آنقدر وزنی نگذرانید. شاید به این باد و هوای خوب دهه آمادگی جسمانی ساکنان که پیوسته به کار جسمانی مشغول هستند و چاره‌بینی پیشگیری های سری وقتی اهالی دهه، بنگاهی طبی دهه، خواجگی تجارتی اوگوک و مأموریت مؤسسه سبب شده باشد خوانندگان ما عموما ساکنان دهی ما این بیماری وزنین را آنقدر وزنی نگذراندند. قریب که یگان نفر بیمار به قید گرفته از دهی ما نشد. و علیکم سلام. شما نه سلامتیتونه؟ رحمت. حاجی من امید درون کارتشک بازار انده. خب مالش با یگان چی گرفتن در کار میخونه با؟ ها من میفهمم نرخوشه با من شما بزن میزنم با یگان چی در کار خونه با؟ مالش خب مالش خیر. سلام علیکم. آقای جان شما درست می؟ سلامت هست می؟ کارتش چند سومه کجا؟ کارتش 5 تومن داد. اینش چی؟ اینش 50 تومن. این کارتش کی کجا؟ این کارتش قونچه. قونچه؟ اینه اوچی گوتی قرار. برشو. رحمت. کارتش کی شما چند سوم کجا؟ 4 اینش چی؟ من کوتره بیارم چند سوم میگیری تو؟ همین خیلک باشد چی؟ همین خیلک میگوید همین خیلک نمیشه. نه چنی گرفت داستان که همین خیل نه من نمیگم. 384 هر خیل. 38 یعنی بار بنی گفتم. شروع باشد رنگدار باشد بیکیر باشد. این کارچکی کجایی؟ میان اوچی. این اوچی. سلام علیکم. کارچکی چند سوم کجا؟ 480 اینا 4. اینش چند؟ اینش هم 480.
Кутреба чани мегирсона ко биёрам? Кутреба? 420. Ами хеле нешан? Ин сафед чанд су? 4 меша. Майдаш чанд ки? 420. Сабзи чанд су хола? 3 кило даст. Сабзи куҷо? Сабзиҳои қумсакки. Обтом чани гирифт достон? 230. 230. 240. Раҳмат. Инаш чи? Инашам 3 кило даст. Инаш тоза ме. Абише электрики инаша ҳам то. Хокашки мон. Ини шумо чанд су хола калон будааст? Анимам 3 кило даст. Ҳардуш яхеме? COVID-19 дар деҳҳои дурдаст таъсири манфии худро пеш аз ҳама ҳамин хел расонид, ки тамоми маҳсулотҳои хӯрока, маҳсулотҳои кишоварзие, ки ба деҳҳо истеҳсол мешавад ва ворид мешавад, ҳамаш бо тариқи кашонда. Ягон чи мо худмон истеҳсол намекунем. Масалан, болоравии нарх дида шуд инҷа. Нархи равған якбора 10 сомон фарқ карда бурафт. маводҳои хӯрока, қанди сафед қимат шуда рафт. дар натиҷаи зиндагӣ ки вазмин шуда аз сабаби коронавирус шуд, аз 2019 то мани 2021 нархи картошка хеле боло рафт. Сабаби боло рафтан он аст ки тамоми нуриҳои минералӣ, нуриҳои органикӣ, зархимикаҳо ҳамаш қимат шуда бурафт. Масалан, як халта 50 килограмм амафос то 300 сомон ҳозир, ки ин барои деҳқон хеле нархи гарон аст. барои ҳамин ҳам мардум ҳаракат кардааст, ки ҳам заминро хӯронад, ҳам худашро хӯронда зиндагиашро гузаронад. дар натиҷа масалан нархи орд қимат шуд, нархи равғанҳо қимат шуд, нархи масалан 1 килограмм қанд то 10 сомон 12 сомон хеста бурафт. ҳамин тариқ нарху наво боло расодааст. локин картошка мо ҳаракат мекунем деҳқонҳо, ки бо нархи арзон ба мардум пешкаш кунем. ман аслан дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунам ва заминҳои киште ки мо мекорем дар қишлоқ қарор дорад ва аз қишлоқ ба ман занг задан ва гуфтанд, ки якчанд варақаҳо бояд омода кунам барои пешгирӣ барои паҳншавии коронавирус ва баннерҳо бояд ба чоп расонида шавад ва ман ин корро кардам ва инро мо мебарем барои мардум огаҳ мекунем, ки ин гарчанде ки дар тоҷикистони мо ин касалӣ вуҷуд надорад, лекин ҳамарӯза хавф ҳаст, ки масалан ин ҳоло нест нашудааст. бепарво бояд набошем. мо аз ниқобҳои зидди вирусӣ бояд истифода барем, ниқобҳои яккарата бояд истифода барем, аз антисептикҳо ва дигар чизҳое ки барои мо пешбинӣ шудааст бояд мо истифода барем ва худро ву наздикона моро эҳтиёт намоем. ҳамин давраш гирифтӣ? ҳозир ман кам дар фикр кунам. Гап мезанем? Камтар вай. дар давраи коронавирус, ин коронавирус беморие ки тамоми дунёро ба ларза овард. низ дар ноҳияи мо ҳамин чизҳо буд, ки дар ин ҷо систодҳо ташкил карда шуда буданд ва мо дар ин деҳа постҳо гузошта будем. дар даромадгоҳи деҳа постҳо буданд. он ҷоро мо ҳамчун бо мардум ба он ҷо рафта ба пост меистоданд ва мо он постро назорат мекардем. назорати мо аз он иборат буд, ки барои безараргардонии ҳамин вирус, ки машинаҳое ки медаромаданд онҳоро бо хлор безарар мегардондем ва мошинҳое ки аз инҷо мебаромаданд боз безарар гардонда мешуданд, ки ин дар давоми 2-3 моҳ ҳамин хел давом ёфт. хат дар инҷо боз раиси хоҷагӣ, комитети маҳалла, омӯзгорон, тамоми фаъолони диёр бо мо якҷоя истода ба мардум хизмат карданд. воҳимии коронавирус тамоми дунё, шахсан ман хеле ба хиҷолат мондам ва пас аз он ки худамро таскин додам, худамро талқин кардам, гуфтам, ки ин коронавирус вобаста ба дигар чизҳо аст ва аз ҳамин воҳима ман аҳли оилам хешу табору наздиконро эмин нигоҳ дорам, воҳима накунед. 1000 испандро доимо дуд кардем. 1000 испанде ки исриқ аст дуд кардем ва ҳозирам дар хона мо фақат ҳар пагоҳи абед бегоҳи 1000 испандро дуд карда ҳам хонаро дезинфексия тоза мекунем.
برای که اگر میکروب باشد نیست شود. من همین بیماری کرونا ویروس که جهان را به تشویش آورد، ساکنان دهی ما هم در اولی پیدایشی همین بیماری خیلی به تشویش آمدند، به هراس آمدند. دهه ما هم همین خیلی مردمی ما هم از سبب همین بیماری بسیار تمپراتور میکردن. پیش هم همین وقت همین خیلی بود لیکن اعتبار نمیدادن. این بیماری کرونا ویروس و سبب شد که مردمی ما به سلامتی خود به سالمی اهل و عائلهشان توجهی زیاد ظاهر نمودند. در این دوره بسیار بیماران دعوت میکردن خانه هاشون، برای ما میرفتیم فهمانده دهی مسئله های نشانه های این بیماری را، حرارتشان رو میسنجیدیم، فشار خونشان و آید پیشگیری این بیماری ها مصلحت های ضروری را به آنها میدادیم. در وقتی همین بیماری تماما به من شخصا خودم یگان لحظه بیکاریم نبود. همه وقت از این خانه به این خانه برای پیشگیری این بیماری یاری خود را رساندن ما هم فعالیت میکردیم. در دوره همین کرونا ویروس ما تمامی ساعت ها کار کردیم برای مردم خود، برای سالمی دهه خودمان خدمت کردیم. از سبب همین بیماری تمامی مردم ما با واهمه افتادن. این تمام دنیا با این واهمه و شد. همین سبب مردم ما هم بسیار اعتبار خود را به همین بیماری جدی ظاهر نمودن. هر یک ما عزیز هستیم در این دنیا و این کرونا ویروس برای ما باز یک بار دیگر نشون داد که چقدر برای همدیگر در کار هستیم و این دنیا رو تکان داد، به همدیگر آموزاند که انسانیت چقدر قیمت دارد برای همدیگر. و باید ما نوابسته از نفری که برای ما میگوید که نقاب باید پوشی، ما باید خودمان کار کنیم، از بالای خودمان کار کنیم و هر یک ما وابسته هستیم که برای سلامتی خود را رعایت کنیم و به هر توصیه که به ما داده می شود صاف دیدانه اجرا نماییم هم وظیفه. خیر مردم چون پیشتر تصم میکردن شکایت ها بود، خدمت رسانی همین خیلک بود که باید در خانه ایستند، ما رفته آن را در خانه باید نظارت کنیم که از کدام حساب آنها تصم میکنند، برای چی تصم میکنند. خیر یگان خیلی وهم وایمه نکنید میگفتیم. این پیشتر همه بیماری ها بود که بیماری های راه های نفس برانخیت بود. خیر این خیلی بیماری ها که تصم میکنند همین خیلی چیزها بود، آروم میکردیم. لازم میشد به ناحیه میفرستاندیم برای تشخیص تبابت که برای چی آنها تصم میکنند. اگر لازم باشه، لازم نباشه در همینجا 3 روز نظارت میکردیم. در مابین 2 روز 3 روز که تصفیهشون میفرمود یگان خیلی همه چی بهبودی میشد و سلفه ها کم میشد. همین خیلی در همین خانه ها نظارت کرد، تبابت میکردیم. آخرایی که مثلا در ما استاد مردم صحت میشدن از کرونا ویروس، من خودم نوتوب حس کردم. اصلا برای من یک واهمه بود که من احساس میکردم که من بیمار هستم. اصلا اون وقتایی که من خودم بیمار حس کردم، من مراجعت کردم که اون وقت تست میگذراندن الکی. من تست هم گذراندگی هستم و توصیه هایی که تا به این روز دکترها به ما میدادن، من از روی توصیه های همونا عمل کردم. در دوام سال 2020 در روز ناحیه دیوشتیج 136 نفر التهاب شش، از اینها 21 نفرشان با بیماری کووید 19 گرفتار شدگی بودند. سر اول همه همین دکترها طبیبان نمیدونستند که این چه علامت ها دارد. یک بار برای که در همین دنیا پهن شد همه نمیدونستند چه تبابت کنند، چه علامت ها دارد. همه سرش گرنگ بود. برای سامانه های اینترنت میگفتن، همه میگفتگاه میکردن که چه کار تبابت کنن همین التهاب شش یا که کووید 19. بعد آهسته از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان پروتکل ها برای ما پیشکش نمودن و از روی همین ما تبابت را سر کردیم و تبابت پیش بردیم. اوید بنگاه طبی دیها همین یک خلاصه دارم که این بنگاه 59 سال ساخته شده است که این بنگاه کهنه می باشد. خب با این
به این چیزها نگاه نکرده درون بنگاه رو ما با از حساب خودمان تعمیر کردیم. بر بنگاه تعمیر طلب هست. خیر مردم هر روز میگویند که این بیماری ها که من که این روی زد همه وقت بنگاه ها لازم است، خدمت رسانی لازم است. اگر نقض میشد که به حساب میگرفتند این بنگاه ها حاضر زمان میشد، باز مردم خرسند میشدند، باز خدمت رسانی ها نقض میشد. خیر در این بنگاه ها ما طبیب نداریم، همه معلومات میانه مخصوص طبی اولیوی همه ما خوندگی، همه معلوماتش میانه، طبیب نیست. بود در حالت طبیب نبودن هم همچون طبیب به مردم یاری میرسانیم، مصلحت میدیم، در کار باشد به جایهای لازمی میفرستانیم. خیر مردم میخواهند که باز همین خیر نقصتر شود، خدمت رسانی نقص شود، بنگاه های نو شود. من در تلویزیون وای ها دیسادیم که در همه جا من پیشوای ملت برای بهبودی مردم، برای نقص کمک رسانی مردم باز همین بنگاه نفتر میشد، با نقصتر میشد. از سبب آنه که تمام درهای مملکت ها گویم هم خطا نمیکنیم پوشیده شدن به سبب کرونا ویروس که ما طول یک سال دراز در همین زمین ایستاده کار کردیم در بر پدر و مادر. این زمین بابایی ما است که به ما میراث موندگی است و اصلا ما خواستیم که زندگی را با همین زمینی که بابا ما به ما میراث موندگی ما تامین کنیم، لیکن نمیشد. با این راه تامین کردن برای چی نمیشد؟ برای اون نمیشد که مثلا زمین آن طلباتی که ما میکنیم داده نمیتوند. مثلا ما میخواهیم که این هر یک صادقه 300 کیلو ما کارتوشکا گیریم، اما داده نمیتوند. زمین الکه قدرت ندارد برای این گونه حاصل دادن و ما نیاز داریم به مهاجرت، یعنی که تامین کردن عائله های خود. من مثلا چندین نقشه داشتم میخواستم که چندین معماهایی که پیش آمدگی بود من با راه مهاجرت یعنی با روسیه روم و این مسئله حل کنم، لیکن نتونستم. همه وزنینترش در آن بود که اساس درآمد ساکنان دههای دوردست خصوصا جماعت دهات وحدت این مهاجرت مهنتی بود که جوانان ما قوه کاری که برای پیشبرد جمعیت ما بودند با مهاجرت مهنتی رفته نتوانستند و جوانایی که در مهاجرت مهنتی بودند آنها نیز کار کرده برای روزگار خودشان مبلغ فرستانده نتوانستند. این همین بود که تاثیر منفی برای مردم دهه چشمرس بود. من از سال 2005 این جانب در فدراسیون روسیه در شهر نویابرسک کار میکنم. در بسیار فیرما ها کار کردم. رزن رابочий бригадир то прораба брондам. از برای اون که همین ریسک روزه همینجا زایستاده است زبان روسیه سال نقصتر میدانیم همینجا کار میکنیم. من هم предприниматель і пешник, індивідуальний предприниматель. من مردم کار کتی تامین میکنم. من از دهی حقوق میشم. از سال 2007 این جانب در фирмы асфальтный завод, در строительной фирме газхолмаш кор мекунам. Мардуми деҳотро бар инҷо қариб аз 4 қисмаша бар кор таъмин мекунем. ман зиёда аз 150 нафар 160 нафар кор мекардам то ҳамин пандемия. баъди пандемия вазъият хеле мушкил душвор برای اون که از 160-170 نفر کارگر حاضر همین 40 کس هم هست یا نیست. برای اون که یک قسم آدم‌ها در تاجیکستان موندگی آمده نمیتونند بعد پاندemia. یک قسم کارگرها در فدراسیون روسیه بر تاجیکستان رفتن نمیتونند. پاندemia خیلی زیانی کلان رسوند. در همین 6 ماه 7 ماه پیش از پاندemia تا 40 میلیون روسی تا 35 میلیون روسی کار میکردن در 6-7 ماه. بعد پاندemia قوه کاری کم شد. همین از 1-6 ماه وقتی که مردم کار میکرد و یا دهات رو آباد میکردن زندگیشون رو دیگر میکردن. حاضر قدر نیست. تازه بعد پاندemia
من از یک حسی من پول میره کم موندگی. من در روسیه همه کارم، مثلا من با سودا هم شف دورم کار کردگی هستم، در چی میگو در ساختمان ها اصلا که پولی کلان به دست آورده میشد، اصلا به ساختمان ها توجه زیادتر است و اصلا به همین کارها مشغولم در روسیه. جای کارم هست، به من زنگ میزنند، تماس میبرن، میگن هر روز باید تو بیایی اینجا، کار سر شدگی است، آدم نیست. در همون جایی که 12-13 نفر کار میکردیم تا بهار تا به این روز یگان نفری نیست که رفته جای کاری ما به رنگ ما کار کرده باشد. در نتیجه کاروبار زندگی کاری ما فقط دهقانی چارواداری می باشد. ما در دیه اساسا کرشک کار، در نتیجه کرشکارگی ما اساسا دو نمود کارتوشکی که من در دست من است، کارتوشکی یکیش کرشکی پاکستان، دیگرش کرشکی نوری است که آنها بازارگیرند و در بازار خیلی بنرخی ناز خریداری میکنند، صفتش اعلی هست. در نتیجه کشتکار در دیه همه با کشتکاری بهاری ها آماده هستند، تخمی ها ذخیره کردگی. این کرشکا برای فروش، برای خوردن است و در تمام دیه همه کرشکا ذخیره کردگی است برای فروخته روز زندگانی گذراندن است. از همه خانه ها قریب که 1-2 نفر با مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه رفته کار و بار کرده، زندگی کرده، زندگی هم خودشان و زندگی و پدر و مادر را کشامل کردی ساده. مغز نشد یکم با چیز هم تو آهنگش نشیدی؟ آهنگش مغز نشید. تو چی؟ یخ و گوخی؟ نارسایی زمین مثلا در همه عائله ها اینقدر زمین زیاد ندارد که زندگیش تامین کرده تاند، مثلا با کشتی همین زندگیش پیش برده تاند. همین سبب توجهی همدهگان من به مهاجرت خیلی زیاد است. اصلا میخواهند که معماهایی که در همین دیه هست و در خانهشان است با راهی مهاجرت حل کنند. مثلا طول 1 سال میشد که مردم رفته نمیتونند، چقدر عذاب میکشند، چقدر کارهای ناتمام مانده دارند که باید اجرا میکردن و نشد. اصلا کرونا ویروس آمد، تمام درهای دنیا بسته شد، تمام درهای دولت ها بسته شد، از جمله روسیه بسته شد که رفته نتونستین. از جمله من میخواستم که روم، چندی معما داشتم که من باید حل کنم و زندگیمو تامین کنم. اصلا من در آنجا جای کار دارم، جای کار داشتم و حالی هم هست. حالی هم اون نفرایی که به کار تامین کردگی هستن به من تلفن میکنن، میگوین بیا که اصلا ما به جای تو کسی نیست که کاری تو بود میکند. تلفن میکنن اما درها بستگی است. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 ناحیه دیوشتیچ در همین دیه قرار دارد. محصلین این مؤسسه تعدادشان به نزدیک 700 نفر رسیده، 50 نفر آموزگاران که اکثریتشان را معلمه ها تشکیل میدهند در مؤسسه کار و فعالیت دارند. دیهی ما چنانه که اهالی ناحیه دیوشتیج میدانند یکی از دیه های صاحب فرهنگ، تمدندار، صاحبی فرزندان فرزانه خلق وطن می باشد. متاسفانه سال خانشی گذشته از 27 اپریل سال 2020 بیماری کرونا ویروس، پاندمی عمومی جهانی با کار تعلیم و تربیت نسل نورس خلل های جدی رسانید. کار مؤسسه قطع کرده شد و خوشبختانه دیهی ما این بیماری را آنقدر وزنی نگذراند و 17 آگوست فعالیت مؤسسه آغاز یافت. آن درس هایی که از روی برنامه
در ماه‌های آخری سال تحصیلی گذشته باز مانده شده بودند از نو علاوةً گذشته شده سال خوانشی نوی 2020-2021 با موفقیت آغاز یافت. همه قدر چیزی که مثلا طولی یک سال من آموختم از همین پاندمی کرونا ویروس صبر کردن تحمل کردن هر قدر میخواهی که از این خوبتر کنی هر قدری که میخواهی که به مقصدت با واسطه همین زمین است یا یکم کار دیگه است رسی لیکن نمیتونی باید صبر کنی باید طاقت کنی که در گشوده شود دولت ها گشوده شود آمد و رفتی پیشینه شود و معماهات حل کنی. بعد از کرونا ویروس یک عادت خوب پیدا شد با مردم با تمام همین دهه ما که همش با فاصله و هر پگاهی کدام وقتی که باشد دستها رو با صابون شده با گیگین شخصی رعایت کردن رو یاد گرفتند. اینها بسیار اقدام نیک بود که مردم با گیگین شخصی خود و با واخوری علاقه نیست سلام علیک از فاصله دور با دستبرداری سلامت باشید همین طریق گذشته می رود. مردم با از دیگر با خبردار شدند که یکم سلامتی جای اول رو میگیرد برای همین برای سلامتی کدام فکر و اندیشه که گوییم آنها راضی بودند مردم برای چی؟ برای آنکه خیر دورتر استان هیچ گپ نبود برای چی؟ برای آنکه یک نفر بیمار باشد صدها نفر بیمار میشد به همه این مردم نگاه نکرده دوستی ها دور نشده است دوستی ها همه وقت در دل است خیر سلامتی باشد دوستی هم می شود زندگی هم می شود. من از همین بیماری همین چی را آموختم که این به هر یک کس به خودش وابسته به عائله اش وابسته. من از همین بیماری به همین خلاصه آمدم که هر یک عائله برای سلامتی اهل عائله خودش مبارزه بردنش در کار کارهای فهماندهی بردنش در کار و قاعده های سانیتری گیگینی آن رعایت کردن در کار این یکی از واسطه های پیشگیری همین بیماری است. برای من باز همین دو چیز دیگر تصدیق شد که یکم درجه این سلامتی گوهری بی‌بهاست و دوم که من نوترسی را یاد گرفتم و برای به نزد بیمار رفته طبابت را دوام داده نوترسی. پیش از همه این بیماری کووید 19 با من و خصوصا به تمام مردم این یک تازگی یک آزادگی را آموزاند که تا این دوره اینقدر استفاده موادهای آنتیسپتیکی یا اینکه صابون استفاده نمیشد. بعد از همه چیز حتما یک روز به 3 بار 4 بار همه چیز استفاده میبریم و دومیش این که طبیبان این شخصان کلیدی در جامعه به حساب میروند که سلامتی باشد این ثروت بی‌بهاست چیزی نیافتنی قیمت است. انشاءالله ما امیدواریم با خواهد شده میشد انشاءالله این همش گذرنده است ما امیدوار هستیم که بین فدراسیون روسیه و بین دولت عزیز ما تاجیکستان با شخصنامه ها میشد با خدا خواهد آدم ها میبیاد امیدوار البته این مدور هستیم ما خواهانیم که همین کسلی ها تیز بین رود و با مثل پیشتره شود. من امید میکنم که مثل پیشتره همدیگر رو سلام علیک میکنیم همدیگر رو با آغوش میکشیم به خانه یکدیگر میرویم. من امید میکنم که تمام سرحدها گشوده میشود ما به روسیه برمیگردیم و به دیگر کشورهای دیگر برمیگردیم زندگی ما خوب میشود. اما امید دارم که همدیگر رو دوست میداریم و با مثل پیشتره باز برمیگردیم. از عقب فرو مدم و نالش کردم سنگای دری دادا تبالش کردم
منتر از هیچی که من موندی ای دختر